از مال غنیمت یک چادر گم شده بود. منافقین سر و صدا را بالا کردن، گفتی چادر پیغمبر گرفته. بعضی ساده لوحا هم امی گپ یک کمی تقویت دادن، فکر کردن که پیغمبر خو چی است؟ مختار کل است، هر چیزی که بکنه برش درست است. و این نسبت برای پیغمبر بسیار گپا را پیدا میکرد. چرا؟ نعوذ بالله در یک امر که نسبت خیانت به پیغمبر ثابت شود، دیگه گپای پیغمبر باز مامون باقی میمانه؟ نمیمانه. الله متعال براءت و پاکی پیغمبر را بیان میکنه، خو لیکن در ضمن از یک موضوع دیگر هم روشن میسازه. و کدام موضوع است؟ کدام چیزی که تعلق به عام مسلمان ها داره، در او خیانت کردن جرم خیلی بزرگ. خیانت در مال غنیمت جرم خیلی بزرگ است. در حدیث میاد پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که نبینم که یکی از شما نعوذ بالله در روز قیامت شتر در گردنش بنده شده باشه و بیایه آواز میده که اونجا خیانتتان معلوم دار شود. آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم خود مردم امر میکنه که شما این کار نکنی، باز خود نعوذ بالله چادر دزدی کنه، از مال غنیمت بگیره؟ یک صحابی یک چیزی از پشم گرفته بود، از پشم جور شده بود. پسان وعید اینمی گپا را شنید، آمد پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم، این را باز میگردانید. پیامبر علیه السلام گفت من این را قبول نمیکنم، عالی اون مردم کلش پراگنده شده، با کی برسانم میره؟ خیانت خو مطلقا ناروا، اما در مال غنیمت جرم خیلی بزرگ است. مردم عوام ما تعالی رای مطلع میکنه، میگه تیل که از سرکار آمد در کجا بگی؟ در دامن بگی. این غلط گپ است. الله رحم بکنه، نظام آنقدر فاسد شده، دوایر دولتی در سرحد رسیده که هر کس تلاش داره که چه قسم از این مال بکنه و ببره. دزدی شخصی و قدر جرم است، گناه است، گناه کبیره است، در مقابلش دست قطع میشه. اما یک روز در ترجمه قرآن نشستی، همین روز و اینمی گناه بری تو معلوم شد، پس رفتی که از فلانی خو ایره دزدی کرده بودم، پیشین در پالوی از او میری برش میگی که بسیار بخشش باشه. یک وقت نمیفهمیدم، عقل در سرم نبود، هوش در سرم نبود، جوانی بود، در ترجمه قرآن کریم نشستم، بسیار جرم بزرگ در مقابلت کرده، خیرت بود. اونمو ساعتی تو را من دزدی کرده بودم، قیمتش اینه، امیالی چه رقم ساعت میخوایی یا مرا معاف کن. شده میتونه آدم بگه که در این رمضان تو اینجا آمده خودم در جرم اعتراف کرده، ساعت چیست؟ اگه خانه مرا مکمل برده باشی بالکل معاف هستی. معاف شد، حق بنده بود، معاف شد. الله متعال خو بسیار غفور رحیم است. اما اگر از مال دولت، از مال وقفی گرفته، نعوذ بالله، با کل در افغانستان که کدام بیت المال است، کل ملت افغانستان در او شریک است. زمانی که از این خیانت میکنی میخوری، حق کل مردم پایمال کرده، خصوصا از اون مردمی که مظلوم است، بیوه و بیچاره و یتیم و که دستشام نمیرسه، اون مردم حقوقش است و تو خوردیشه. حالی ببینی امروز یک محاسبه بکنی که چقدر مردم واقعا در حکومت وظیفه انجام داده و خیانت نکرده. بیگاه افطارم میکنه، سری کدام پول رشوت، سری کدام پول دزدی از حکومت کرده، سری کدام پول غش کرده، باز افطارم میکنه، باز میگه که الله بری تو روزه گرفتم. این قدر روزه خود بند کردی، روزه گرفته تانستی، از این مال بیت المال هم روزه گرفته نمیتونی که خود بند کنی؟ بسیار سخت است، خیلی سخت است. مال حکومت خوردن، این مال کل مسلمانان را خوردن است. البته همون مالی که در بیت المال جمع شده از راه مشروع، یکی تکساویی بگوی گمرکاسته که به زور و ظلم از مردم گرفته است، او هم خوردنش به ما و شما جایز نیست. او خود صراحتا معلوم است که حرام است و تو خود حرام اجتناب میکنی، نمیخوری. این حالی ارزیابی بکنی که مردم چه رقم است. حکومت کمیته را جور میکنه. حکومت اگر تو حکومت باشی، در دوایر دولتی ترجمه قرآن شروع کو توسط علما که مردم بدانه که این جرم چی رقم است، رشوت چی رقم است. مدرسه را بسته کردی، 1000 کورس انگلیسی جور میشه، یک روزم نفر امنیت در اونجا سر نمیزنه که لیستی تا نبوده، چی کار میکنه؟ اما ترجمه قرآن که شروع میشه 10 دفعه نفر امنیت کی هسته، کی چی گفته میشه، کی چی نکنه.
مردم از اسلام بیزار نکنه، وادار نکنه. خودتان در تلاش ازیستی که مردم مکمل علیه خود بخیزانه. نکنی امی کاره. شما خوش شوی که الحمدلله درس قرآن میشه، ما امنیت بگیریم، ما امکانات ده به دستتان بدیم. الا 10 دانه میلی بس مقرر شوه که خواهرها را از اونجا بیاره، برادرها را از اونجا بیاره در مرکز دین. دولت امی کار کرده تالیره؟ پرسان کرده 11مین ترجمه قرآن کریم است، غیر ده 1 ترجمه ما دعوت دادیم حج اوقافه که آمده دیگه پرسانی ما رم نمیکنه. انوز تخریب کرده رایسته که نه مسجد ها نمیشه. ما غیر از یک مسجد دیگه، 1 مسجد دیگه را نمیتونیم، کسی نمیمانه ما را که ترجمه بکنیم. حج اوقاف نمیتونه. مکتوب بوده در اینطور 1 مسجدی که هر چیزی زنا و شلایده و مردایش هر چیزی شلایده باشه، ما اینطور پرده را نگیریم. اما مسلمان های دلسوز باید دل بسوزانه که الله اکبر، خواهرای ما برای شنیدن قرآن میاد. الله مرا توفیق بده که خانه خود در اختیارش بگذارم، مال خود در اختیارش بگذارم. اما مسلمان ها قرار خواب هستند. چی بکنیم؟ قرآن چی میگه؟ براءت و پاکی پیامبر صلی الله علیه و سلم از اینطور خیانت ها را بیان میکنه. خب لیکن این هشدار برای دیگر است. پیغمبر این کار هیچ وقت نمیکرد. اگر منافقین زمزمه و شایعات هم بکنه، مسلمان ها هیچ وقت باور نداره بالای پیغمبر. چرا؟ پیغمبر خب پیغمبری است، اگر دعا بکنه الله کورم برش طلا میگردانه. چی ضرورت داره که یک چادر همونطور بگیره؟ خب لیکن در حقیقت هشدار برای ماست که ما چی کردیم در زندگی خود، واقعا چه خیانتایی کردیم. الله رحم بکنه. ثم توفا کل نفس ما کسبت، بعد از او پوره داده میشه برای هر نفس، ولو که خوب کرده یا بد کرده، ما نتیجه و عمل کسبت که در دنیا انجام داده، اگر خوب است اگر بد است. و هم امی مردم لا یظلمون، ظلم سرشان کرده نمیشه، نه ثوابشان ناقص میشه نه عذابشان زاید. افمن اتبع رضوان الله، آیا او کسی که تابعداری رضامندی الله را میکنه به مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم، کمن با بسخط من الله، به مثل او کسی است که او مبتلا به غضب از جانب الله شده باشه، هرگز برابر نیستند. یکی رو مکمل عمر خدا در تلاش رضامندی الله است مثل پیغمبر علیه السلام، و یک کسی که نعوذ بالله به غضب الله گرفتار باشه او خائن است. هر دو برابر شده میتونه؟ کلا قطعنا. و مأواه جهنم، کسی که به غضب الله گرفتار است خائن است، جایش جهنم است. و بیس المصیر، خیلی بد جای بازگشت است همی جهنم. هم درجات عند الله، تابعدارای رضای حق، و همچنان کسایی که غضب سرشان شده، کلی مردم درجات صاحب مرتبه هستند و مراتب داره و مراتب داره. از همون خاطر کسی که در طلب رضامندی الله است و مراتب و درجات داره. کسی خیلی عالی و بالاست، کسی پایینتر، کسی در درجه وسط قرار داره. هر قدر که رضامندی الله زیاد قویسته، همون قدر درجه بالاست. همین قسم غضب شده هم در بین خود درجات متفاوت داره عند الله، بنزد الله متعال. مردم اول محبوبی الله است، دوم مغضوبی الله. والله بصیر بما یعملون، الله بیناست با آن چیزی که یا عمل میکنه. پس معامله میکنه الله امرای هر کس معامله مناسبه. کسی که طلب رضامندی الله را کرده قطع از امو قسم معامله میکنه مناسب، و کسی که مورد غضب الله خیانت را پیش گرفته قطع از معامله مناسب میکنه. لقد من الله علی المؤمنین، اعتراض خو بگذار سر پیغمبر بدبخت. وجود پیغمبر صلی الله علیه و سلم، رسالت پیغمبر رحمت عام است. الله سر شما احسان و منت میگذاره که طور پیغمبر برای شما روان کرده. لقد من الله، یقینا احسان بزرگ نهاد الله علی المؤمنین، بالای مؤمنا، اذ بعث، بخاطر که فرستاد فیهم در بینشان، رسولا پیغمبر عظیم الشان، من انفسهم که از جنس خودشان است، انسان است، یتلو علیهم آیاتی که تلاوت میکنه بالایشان، آیاتی احکام الله را، آیاتای الله را که این وسیله و ذریعه شوه برای فهم مطالب قرآن. و یزکیهم، اصل هدفی تلاوت آیات الله برای عزیزته که یارا پاک بسازه از هر قسم نجاست های ظاهری و باطنی، یارا پاک بسازه در عقیده، در عمل، در اخلاق. و یعلمهم الکتاب، تعلیم بده یارا کتابه
یعنی کتاب الله را مقاصد و مطالبش برشان بیان کنه، و الحکمت و گپای باریک و چی عمیقی که قرآن برشان بیان کنه، یا و الحکمت حدیث برشان بیان کنه. و این کانو اگر چی بودن من قبل و پیش ازی، یعنی پیش از آمدن پیامبر صلی الله علیه وسلم، لفی ضلال مبین، در گمراهی که شرک و کفر بود، مبینون بالکل آشکارا، پنهان و پرده نبود، کارایی را انجام میداد که عقل نمیپذیرفت در زمان جاهلیت. بعد از آمدن پیامبر، قدری آمدن پیامبر امو مردم میدانند که سابق چه حالت داشتن و با آمدن پیامبر کدام کرامت و عزت و واقعا انسانیت نصیب حالشان شد. آدم که دوری جهالت تا تیر کرده باشه و بعد از او عقیده صحیح را پیدا کنه، قدرش میدانه. اوی که از اول عقیده توحید الله را میدانه و قدرش نمیدانه. کسی که یک دفعه سجده به بت کرده باشه، نعوذ بالله، یا در بین مسلمانای امروزی ما به قبرها رفته باشه، از اوج حاجتای خود طلب کرده باشه، عالی میدانه که عقیده توحید چقدر ارزش داره. در اینجا الله احسان گذاشته به چی؟ به روان کردن پیامبر، بعثت پیامبر، نگفته به تولد پیامبر صلی الله علیه و سلم. احسان الله، منتگذاری الله به بعثت پیامبر است. چیزی را که قرآن برای ما او را احسان الله یاد میکنه و منتگذاری میکنه، بعثت است. روز بعثت تجلیل نمیشه، روز بعثت تجلیل نمیشه، خو میلاد تجلیل میشه. تقلید نصارا را میکنن، مثل که تولد عیسی علیه السلام تجلیل میشه، اینمی قسم تولد پیغمبر هم تجلیل میشه. اگر قابل تجلیل است، خو کل زندگی پیغمبر قابل تجلیل است. بعثتش قابل تجلیل، هجرتش قابل تجلیل، جنگ بدرش قابل تجلیل، جنگ احدش قابل تجلیل، جنگ خندق یا احزابش قابل تجلیل، حنین قابل تجلیل، فتح مکه قابل تجلیل، صلح حدیبیه قابل تجلیل. کدام روزی پیغمبر نیست که قابل تجلیل؟ اگر تو عظمت و بزرگی پیغمبر بدانی، هر کدامش قابل تجلیل است. خب چی چیز تجلیل و بزرگ داشت شود؟ پیغمبر چه قسم ما بزرگیش بیان کرده میتونیم که پیغمبر از ما خوش شود. پیغمبر وقتی از ما خوش میشه و ما او را تجلیل و بزرگداشتش میکنیم که سنت های رسول الله صلی الله علیه وسلم در هر گوشه زندگی ما چی شود؟ دیده شود. اون وقت پیغمبر از ما خوش میشه و ما واقعا پیغمبر دوست داریم و پیغمبر عزت میدیم. اون وقت عزت میدیم. جمع میشه مسلمانای موسمی، یا محمدا گفته چیغام میزنه، یا محمدا و محمدا، نعتارم میخوانه. خیرت است، شکمای خود در هتل‌ها پر میکنه، در مسجدها پر میکنه. محبت با کی داره؟ بگه با پیامبر. پیسرم به زور از مردم جمع کرده، 1 ماه پیش نه هیچ کس نگذاشته. آجی صاحب و مولوی صاحب بردستات میشه که میلاد است، پرت 100 روپیه که بدی هیچی پیسه است. لا اقل 1 کیلو گوشت خود پیسه بده. او تو در 1 ماه برای اولاد خود 1 کیلو گوشت ندادی، قلب تقاضا نداره که بدی یا نمی پوله، خو لیکن مجبور میشید. پیشت مولوی استاد است، حاجی استاد است، ریش سفید استاد است. لا یحل مال امرئ چیسته مسلم الا بطیب نفس منه. حلال نیست مال مرد مسلمان مگر بر چی؟ به خوشی نفسش که بده. این به خوشی نفس است یا همونطور مجبور میشن. همینطور چانده کردن در کدام جای دیده، در کدام جای همین مولوی صاحبا را بگو شما که همین چانده را میکنی که به نام خیرات، در 1 مورد برای من نشان بده که پیغمبر چنده کرده باشه، پیسه را جمع کرده باشه، دیگار را بار کرده باشه، مردم را گفته باشه که بیا بخوری. در 1 مورد از صحابه برای ما سند بکشه. در 1 مورد همینطور چنده کردن. خود میلاد جشن گرفتن، این را خوب پدر کلانی تام ثابت کردن نمیتونه. برو او را خوب بگذار. همین خیراتی که تو میکنی این خیرات است. میله را جور میکنه در مسجد، سیرت بیان میشه. مولیا وقت نه 4 نفر ریش سفید نشسته سیرت بیان میشه. 12 بجه که وقت توزیع نان شوه، نه مسجد جای است نه بیرون جای است. یا محبت با امر پیامبر داره. کدام پیامبر خبر داره؟ یقینا یا محبت با پیامبر داره. خود 2 تا پیامبر است. یک پیامبری که واقعی پیامبر است، الله او را معرفی کرده. یک پیامبر در وجود خودشان است. پیامبر وجود خودشان میشناسه؟ شکم نازنین. جایی که شکم پر میشه
این را پیغمبر بگوی خب قدرش میشه. مردم اینطور آماده است که پرسان نکن. بیا که حال محبت پیغمبر آزمایش کنیم. تو امینجا دیگار بار نکن، مردم خبر کو بگو بیا که کنفرانس سیرت است که چند نفر جمع کرده میتونی برای شنیدن سیرت رسول الله برات واضح شود. مسلمانای موسمی بجای از اینکه حقیقت محبت پیغمبر درک بکنه، عظمت و بزرگی پیغمبر بدانه، در کجا خود بند کرده، بدعتا را ایجاد میکنه و چه قسم ثوابا را بیان میکنه. خبر داری؟ میگه کسی که در مولد رسول الله یعنی در میلاد پیغمبر در قرائتش در خواندنش 1 درهم مصرف کرده، امرای کی در جنت هستی؟ ابوبکر رضی الله عنه. دیگه چی میکنه دیگه؟ بشینه شرابی تانم بزنه، کبابی تانم بزنه، نعوذ بالله، فقط در میلاد 1 درهم مصرف کنی در قرائتش، امرای کی در جنت هستی؟ امرای ابوبکر رضی الله عنه. بس برو بخیر. الله رحم بکنه. علما استن تا حالی را این نکته ها را درک نکرده. کلان علما خدا شیخ الحدیثان میگیره، دکتر صاحبان میگیره، مولوی صاحبان میگیره، آقا صاحبان میگیره، اما میرن در اینطور مجلس ها باز تقریر هم میکنه. عجیب نیسته؟ از پیش سوال کنه که بعثت پیامبر خیلی اهمیت به مؤمنان داره یا تولد پیامبر؟ 40 سال مردم در جهالت تیر کرده. پیغمبر موجود بود، وجود پیغمبر بود، لیکن مردم بازم کاری جاهلیت میکرد. همو شرک بود، همو بت پرستی بود، زنده به گور کردن بود، همو دزدی، همو قتل و قتال، همو جنگ. 40 سال پیغمبر وجودش بود. رحمت کی ثابت شد برای مسلمانان؟ بعد از 40 سال. زمانی که چی شد؟ پیغمبر مبعوث شد، وحی الله آمد. قرآن امیر میگه لقد من الله، یقینا الله احسان گذاری میکنه، احسان بزرگ مانده، علی المؤمنین، بالای مؤمنا، اذ بعث فیهم رسولا، که فرستاده در بینشان پیغمبر. الله سر ما احسان گذاشته، نعمت بزرگ بر ما روان کرده. ما چه قسم میتونیم از این نعمت بزرگ استفاده کنیم؟ نعمت خواست استفاده وقتی میتونیم که برنامه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما عملی بکنیم. برنامه پیغمبر 4 نکته داشت. تلاوت کتاب الله متعال که ذریعه شد برای فهم مطالب کتاب الله، فهم مطالب کتاب الله را به مردم نشان دادن که این ذریعه شود برای تطبیق عملی ازی که در زندگی عملی شود که این را حکمت میگه. دوم تعلیم کتاب میگه. اصل هدف از این کل چیزا تزکیه است که مردم در عقیده مکمل سالم باشه، شایبه شرکام موجود نباشه، در عمل تندرست باشه، یک کارش خلاف طریقه پیامبر صلی الله علیه و سلم نباشه، در اخلاق مکمل پاک. اینمی اصلی هدف به دست بیه. پیغمبرالی وجود نداره. این برنامه 4 نکته ای را کی پیش میبره؟ بنیاد احیای سنت تاسیسش ضرورتش بنابر همین 4 نکته شده. مقصدش این همیسته کتاب الله عام شود، ترجمه قرآن الحمدلله در 10 محل ما عالی ترجمه قرآن در کلی کابل داریم، بلکه در بیرونی ولایت هم الحمدلله دوستا هستن، معذف هستن، ترجمه قرآن هم میکنن. البته ای به قدر امکانات ما، اگر امکانات زیاد دوستا دست ما قرار بده، انشالله که سال آینده ما داشته باشیم که 50 مرکزی ترجمه قرآن فعال شده باشه. تلاوت کتاب الله شوه. درس حدیث دوام داره یا نداره؟ هفته 2 روز. نظر به امکانات است، کس آماده نیست با آمدن به شنیدن، وگرنه الحمدلله درس همیشه است. همین مرکز هیچ خالی نیست، خصوصا برای خواهرها. الحمدلله ما میخواهیم که نمی برنامه پیغمبر پیش ببریم. ضرورت است، پیغمبر وجود نداره. ما علما که خود در منبر بالا میشیم ان العلماء ورثه الانبیاء، در چی چیز ورثه انبیاء است؟ مردم قدری تا بکنه. خو نه چپیلاق خوردی در مورد دین بگو نه از چی شدی؟ از خانه بیرون شدی. عجیب وارثی پیغمبر هستی. کدام وراثته؟ چی کردی برای مردم؟ تطبیق عملی ازی شود. تطبیق عملی وقتی میشه که نظام اسلامی باشه، توسط شورای اهل حل و عقد کسی امیر منتخب شده باشه، باز میبینی که هر چیز در جای خود میشینه. تزکیه خود به خود باز میاد. مردم اینطور اصلاح شود که پرسان نکن. الحمدلله شما برادرها و خواهرها شاهد هستی تا وقتی که این عقیده را پذیرفتی در درسای قرآن شریک شده،
راستیتان بگوید چقدر تغییرات در زندگیتان پیدا شده، در عباداتتان پیدا شده. ما بالکل عملا به مردم نشان میدیم که بیای نماز خودم ارزیابی کنی، از ما هم انشاءالله در مساجد ما ارزیابی کنی که چطور است، فرق داره یا نداره. عقیده درست انسان در اینمی نتیجه میرسانه. هدف پیغمبران هم اینمیسته که مردم انسانیت بشناسن. انسانیت چی را میگه؟ انسانیت تنهایی نیست آدم کروزین داشته باشه، بلدینگ داشته باشه. انسانیت ای را میگه که کل فکر و غم در غم مردم باشه، در غم راحت مردم باشه. همیشه در اصلاح دیگران میپردازی، تلاش میکنی خلل، نقصان، بدامنی، بدروزگاری این گپا پیدا نشود. اینمی انسانیت است و امیر انبیاء علیهم السلام تعلیم داده. وی برنامه انبیاء علیهم السلام است. و این کان من قبل لفی ضلال مبین، اگرچه پیش ازی بودن در گمراهی آشکارا. معلوم شد که عرب جاهلیت خو گمراه خوب بودن، لیکن گمراهیشان بالکل برملا بود. اولما اصابتکم، چی رقم برملا بود؟ سنگا را می رفتن، شترا را می چراندن، سه سنگ چهار سنگ پیدا میکرد، باز میگرفت یک سنگ خوبی شو را معبودی خود جور میکرد، سه سنگ دیگران جور میکرد، دیگه سرش میمان. عجیب مردم نبود. صرف به خاطر ازی که مردم دیگر روز نبیا به حیث داماد از من دختر خواستگاری نکنه، دمو خردکی او را چی میکردن؟ زنده به گور میکردن. ازی که در گمراهی آشکارا دیگه است. اولما صابتکم مصیبتون، شما ای گپاره در بین خود زمزمه نکنی که چرا بر ما تکلیف رسید، به شکست مواجه شدیم. نه، در عمر انسانی گاهی گپا میشه، گاهی گپا بر انسان پیش میشه. شما امی یک مصیبتی خود در پیش گرفته که چرا رسید، او مصیبت های دیگر را هیچ در نظر نمیگیری. نعمت هایی که الله سرتان کرده او را در نظر نگرفته. اول خو یک دفعه سعی کنی. اولما صابتکم مصیبتون، آیا هرگاه که براتان رسید مصیبت در جنگ احد، قد اصابتم مثلها، شما رسانده بوده دوچند اینمی مصیبت در جنگ بدر برای کفار. چرا؟ شما غتن 70 نفر شهید داده بوده و خو 70 نفر کشته شده بود، 70 دیگه اسیر شده بود. قلتم، شما گفتی تعجبا ان هذا، از کجا شد؟ با وصفی که ما مسلمان هستیم چرا شکست برای ما حاصل شد؟ الله جواب میگه، قل بگوی پیغمبر علیه السلام، هو من عند انفسکم، اینمی شکست از طرف نفسای خودتان است. مخالفت حکم پیغمبر صلی الله علیه وسلم کرده، او فتح و غلبه را الله مشروط به اینمی شرط کرده بود که شما نافرمانی پیغمبر نکنی، لیکن شما مخالفت کرده، پس اینجا شکست از دست خودتان است. الله وعده خدا مخالفت نکرده، شما مخالفت کرده، شرط تکمیل نکرده. امروز ما مسلمان ها همینطور هستیم، فریاد ما برآمده، هر جای مسلمان کشته میشه، مسلمان در جنجال است، کشکال است. در محض مسلمان به نام مسلمان الله وعده نصرت نکرده. الله به اون مسلمان وعده نصرت کرده که مفهوم اسلام در خود پیاده کرده، در کل زندگیش دیده میشه، تسلیمی به نظام الله. تو خود تسلیم به نظام الله نیستی، حالی اینجا تکبیر میگی، باز اونجا در دکان که بری، همون کسی که خوب فریب خورده میشه 20 چند فایده را خود گرفته، 100 چند فایده را از پیش میگیری. عجیب اسلام است. اسلام شده میتونه در یک باده خود تکبیر اولا میگی، خود توی بچت با سازنده را میگی. عجیب اسلام است. اسلام است. نصرت به می اسلام تو تمداری، به این اسلام الله نصرت نمیکنه. به اسلامی که واقعا اسلام باشه، مفهوم اسلام در زندگی دیده شود. قرآن برای ما میگه ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا الله متعال بالای هر چیز قدرت داره. پس وقتی که اطاعت میکنه شما از نظام الله، از پیروی میکنه از فرامین رسول الله صلی الله علیه وسلم، غلبه شما حتمی است. وقتی که مخالفت میکنه سری شما شکست میاد. به الله خود قدرت داده، هر قسم میتونه. و ما اصابکم یوم التقى الجمعان، آن چیزی که رسید برای شما در روزی که، اینجا مراد از روز تنها یک روز نیست، همو واقعه و حادثه را میگه. یعنی دمو وقتی که روبرو شدن الجمعان، هر دو فوج، هر دو لشکر مسلمان و کافر، فباذن الله، به حکم الله برتان این حالت رسیده. چرا که دی حکمت است. ولیعلم المؤمنین، که ظاهر بساز الله مؤمنای واقعی را، معلوم شود که کی مؤمنای واقعی است. ولیعلم الذین نافقوا، و دیگه که ظاهر بسازه. الله خود سابق علم داره، اینجا ظاهر علنا میسازه.
ظاهر بساز الذین کسانی را نافقی که منافق هستند، مثل که 300 نفر جهاد میدانش ترکت پس رفتن دو او طرف. از او خاطر الله اینطور حالت آورد. و قیل لهم تعالوا قاتلوا، گفته شد برشان بیایید دم طرف میدان جنگ. تعالوا بیایید اگر همت باشه امرایتان، قاتلوا فی سبیل الله، جهاد کنید در راه الله متعال. اگر همت داشته باشی خود ما یک جا جهاد کنی. اگر همت امرایتان نیست لااقل خو او ادفعوا، دفاع بکنی، یعنی امی دلی ما را زیاد بسازی، یک دفاع خو شما بکنی. قالوا منافقین می گفتن لو نعلم قتالا، اگر قسم جنگه یکی سه چندی کفار در مقابل وجود داره ما این طوری جنگ یاد می داشتیم لتبعناکم، ما تابیداری شما را می کردیم، لیکن این طوری جنگ ما یاد نداریم. جنگ گفته بود که هم مثل خود تو مقابله بکن. اینجا شما یک چند و چند سه چند. شما اسلحه قطتان نیوا مجهز با جوش و خروش آمده، زنام امرایشان است، داریه زده رئیس مرسیه چی امو کشته های احد هم بیان کرده رئیس تا دیگه می زنا واره غیرت میده. ما لیقتی از وا جنگ نمیتانیم. خب اینطوری جنگ میگه ما یاد نداریم. الله چی میگه؟ هم للکفر، این مردما برای کفر در ظاهرشان یومئذین، خیل دین میروز، یعنی دمی وقتی که جوابی خوش کمیده، اقرب و خیلی نزدیک است برای کفر ظاهرا، من هم از نزدیکی از یال ایمانی برای ایمان. چرا؟ در سابق ایمان ظاهر میکردن، لیکن آلی در ظاهر به کفر خیلی نزدیک شدن. چرا که در زبانشان هم کلمه چی شد؟ کفری روان شد که جواب خشک بود. گفت ما اینطور جنگ یاد نداریم.